سلام عرض ادب خدمت رفقای گلم. سری از بچه ما پیام دادن که آقا ما میخوایم انگل کشی کنیم، دسترسی به قرص انگل خارجی نداریم، یعنی دسترسی به ورمکس ورسالاگا یا داروهای دیگه که بالاخره تخصصی کبوترن. دوستان گل، این روش انگل زدایی منه که چندین سال پیشم تست شده. برای استفادهش ببین، برای شمایی که قرص انگل تخصصی کبوتر نمیتونید پیدا کنید، این راهکار هم مناسب انگل چینه‌دانه و هم انگل روده. لوبامیزول یه شاسه میگیرین، همه جام هست، قیمت مناسب هم داره، و یه دونه قرص نیکلوزاماید. اینطوری که تو تصویر نشون میدم با هم دیگه ترکیب و کاملا پودرش میکنید. بعداً با 60 cc آب، اینقدر آب میشه تقریبا، یه شاسه یه دونه قرص 60 cc آب جوشیده سرد شده قاطی میکنید و بعد به پرنده‌تون با یک سرنگ، یعنی هر پرنده بالغ یک سرنگ انسولین تای حلقش میریزید و باز جوجه تقریبا نیم cc، یعنی اینقدر. پرنده ای که حالا سنش کمتره به مقدار کمتر بدین. برای انگل زدایی یه سری مطالب هست. اینکه شما قبل انگل زدایی حتما پرنده‌تون یه عفونتی، یه ضد باکتری خورده باشه، مثل فلور، مثل سولفامد و حالا داروهای دیگه که از سلامتشون مطمئن باشید. و قبل از انگل زدایی حتما 3 روز تا 5 روز کبدشور استفاده کنید، چرا که ضد انگل ها سم هستن و شما دارین با دست خودتون به پرنده سم میدین، پس نیازه که کبد پرنده تقویت شده باشه. این از این مورد بعدش، شما پرنده‌تون رو قاعدتاً باید بالای 24 ساعت گشنه و تشنه باشه، چون نباشه این ضد انگل رو که شما به پرندت میدی همه رو بالا میاره. اگر آودون داشته باشه 24 ساعت به بالا، مثلا ایدئالش اینه که 30 ساعت پرنده خدمت شما عرض کنم گشنه باشه و 12-13 ساعت تشنه باشه. آبو برداری، آب بالا چون فرارتره و تو چینه‌دان پرنده نمیمون. این کار رو انجام بدین. قبل از که به پرنده یعنی سرنگ بکشین یه به هم بزنید، چون این تهنشین میشه، سنگین تره، ذرات نیکلوزاماید و لوبامیزول از آب و تهنشین میشه. اینو به پرنده هاتون بدین. به محض اینکه دادین و تموم شد 1 ساعت 1 ساعت و نیم بعدش شما میتونید عرضم به حضورتون ویتامین بدین. اون شبو ویتامین بدین و از فرداش، یعنی شبی که انگل زدایی کردین ویتامین دادین، فرداش 3 روز کبدشور میدین و عمل انگل زداییتون به اتمام میرسه. بالا سر پرنده‌تون باشین زمانی که بالا میاره، نگاه کنید خدایی نکرده پیش نمیاد، ولی خب باشین. یه وقت خفگی، حجم انگل دفع شده شاید زیاد باشه و خفه بشه. سعی کنید پرنده‌هاتون یه جایی باشن، مثلا مثل اینجا. ببینید اینجا دسترسی نداره پرنده به فضلش، بالا میاره، دسترسی هم دیگه بهش نداره و موردی هم پیش نمیاد. اگر چیزی بالا آورد حتما جارو کنید و نذارین در دسترس پرنده باش. بعد این انگل زدایی داخلی شما حتما باید خارجی هم انگل زدایی کنید دیگه، از شپش، جرب، کنه و این چیزا. اینم از بحث انگل. خیلی از دوستان مشکل رو داشتن چون واقعا داروی تخصصی نیست تو ایران داروی تخصصی کم پیدا میشه یا فاسده. ببینید دوستان گفتم تهنشین میشه، باید یه به هم بزنید قبل از دادن دارو، چون داروی تخصصی نیست ما مجبوریم از اینا استفاده کنیم. حالا زمانی که من پلاکی پرورش میدادم و مسابقه دهنده بودم از این استفاده کردم، پرنده ها دفع انگل خوبی هم داشتن. حالا من بیشتر برای توقیا ورمکس استفاده کردم، حالا این سری نبوده سعی کردم بدم. این تقریبا برای 500 پرنده است که ما امروز میخوایم انگل زدایی کنیم و شما یه حجم کمتری، تقریبا یه حجم انقدی باید درست کنید. انشالله که مفید بوده باشه براتون. من الان برای شما از انگلایی که پارسال پرنده ها دفع کردن با استفاده از این
داروها میذارم براتون. انگلا رو هم ببین، هم انگل چیندان دفع کردن، هم انگل روده. انشالله که همیشه هم خودتون هم پرنده هاتون در کنار خانواده و صحت و سلامت کامل باشین. مخلصیم آقا. کوچیکتون احمد نظری یا علی.